اگر طبق شریعت عمل کنید بختتان گشوده میشد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. الله تعالی میگه که اگر اهل دیه یا اهل شهر از الله تعالی ترسن، ایمان بیارن به الله تعالی، تقوا کنن، طبق دستور الله تعالی عمل کنن، ما از زمین و از آسمان برایشان برکه میکشیم. پیشینه مفسرها میگفتن که از آسمان باران میدهد و از زمین حاصل. اونا نه نفت میدانستند و نه کانهای میدانستند و بعد از آن در زمانهای یعنی آخر حیات دنیا از زمین نفت برآمد. اونا فقط فکر میکردن که از زمین برکه میدهیم، فکر میکردن که برکه می حاصل زیاد میشد. خلاصه وعده الله تعالی این است که کسی که طبق دین عمل کند الله تعالی از زمین و آسمان براش برکه میدهد. علاوه خصوص اهل شهر، اهل دیه، همه کسی اگر به الله تعالی ایمان بیارن، طبق دستور الله تعالی عمل کنن، وعده الله است که الله تعالی برکه میدهد. یعنی خوشبخت. در حدیث در دیگر آیت هم الله تعالی میگه که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کدام آدمی که عملی صالح کند، خواه زن است خواه مرد است، و هو مؤمن، به شرطی که او مؤمن باشد، وعده الله تعالی است فلنحيينه حیاتا طیبه، ما او رو به حیات خوشبختی زنده میکنیم، حیاتش حیات پاک بگردانیم. وعده الله است به شرطی که به شریعت عمل کنید، نه اینکه خلاف شریعت عمل کنید.